این که وقت مختصر هست عرایض کوتاهی خدمت شما عرض می شود. به امید که آنچه که حق و واقعیت هست و حقیقت هست الله تعالی توفیق عنایت کنه. الله تعالی به ما توفیق بده که از حق یک سر موی هم تجاوز نکنیم و الله تعالی به ما توفیق عنایت کند و ما را حفاظت کنه که ما در حق هیچ کسی ظلم نکنیم و در حق هیچ کسی از ما به انصافی صورت نگیری. با توجه به که امروز الله تعالی رحمت فرستادن و در یک وقت بسیار زیبای فرستاد قبل از نماز صبح. این برف ماشاءالله کم سابقه که در این وقت با برکت این برف نازل شد و در مصلی نمی شد که نماز جمعه را برگزار کنیم، چون مصلی صحنش خاکی هست و به هر حال مرطوبه و نمیشه که اونجا جا نماز چیزی چادری بیاندازید و نماز بخونید. این است که در مسجد آمدیم و مسجد با توجه این که کارش تکمیل نیست، سردی هنوز این مسجد، مخصوصا قسمت جلو قسمت آخرش که اونجا نماز برگزار میشه بخاری داره و مسجد گرمه و خیلی آمادگی داره. اما اینجا آمادگی نبود، ولی چون کم بود جای شما تشریف آوردید و یک حسن هم داره امروز حکمتی که به هر حال شما هزینه کردید و زحمت کشیدید و دعا کردید، مسجد مقدار مشاهده بکنید. انشاءالله در حال جمع شدن کارش که کار جمع بشه و شما بتوانید در مسجد که خودتون ساختید و در ساختن مسجد مشارکت داشتید بتوانید اینجا انشاءالله عبادت کنید خدا را و دعا کنید که الله تعالی به بارگاه خودش مقبول بداره. چیزی که خیلی مهمه و ما این را برای همه ملت ایران مهم میبینیم و برای همه ملت های دنیا حیاتی و مهم ارتباط با الله تعالی است. رابطه با پروردگار خیلی حیاتی و مهمه. خدایی که ما هر چه داریم در وجودمان، هر چه داریم خارج از وجودمان، تمام این نعمتها به الله تعالی برمیگردد. پروردگاری که بر ما مهربان است، بر مخلوق و بندگانش کریم رحیم. این خدای عظیم و این خدای بزرگ را در هیچ شرایط ما فراموش نکنیم. خدا را داشته باشیم و هر جا باشیم با خدا باشیم، با خدا باشیم. همیشه در مشکلات و در سختی و در آسانی و در همه حال، در شادیمون، در غممون، در تمام حالاتمون پروردگارمون را فراموش نکنیم. و همان طوری که سیدنا ابراهیم علیه السلام چه انسان با خدای بود. ابراهیم علیه السلام از پیامبران بزرگان و یک انسان تاریخی و او چه ارتباطی با الله تعالی داشت و خدا را چگونه پرستش میکرد، با خدا چگونه راز و نیاز داشت و در سرزمین عراق که پر از بت پرستی و شرک بود، ابراهیم بود علیه السلام که پرچم توحید را بلند کرد
پرچم خدا پرستی و فرمود که خدای شما واحد و لا شریک نداره، تنها معبوده، تنها خدایه، همه مخلوقن او تنها خالقه، همه محتاجن، انبیاء محتاجن، اولیاء محتاجن، تنها بی نیاز که احتیاج نداره رب العالمین هست. همانطور که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در شهر مکه و حجاز و در جزیره العرب توحید، پرچم توحید بلند کرد، لا اله الا الله، و این کلمه توحید را بلند کرد در آنجا و اعلام کرد. و جایی که در داخل خانه کعبه و بیرون از خانه کعبه مخلوق پرستش می شد و مجسمه ها را عبادت می کردن، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ لائق عبادت و شایسته عبادت تنها خدای واحد لا شریک ہے، او ذاته که همه جهان را آفریده است، همه مخلوقات، همه موجودات مخلوق خدا، همه را خلق کرده، همه را روزی میده و شما او را نیایش کنید، او را راز و نیاز کنید، او را فریاد بزنید. اینها پرچم برداران توحید خدا، وحدانیت خدا، یگانگی خدا بودن، عظمت الهی را بیان کردن که خدای عز و جل همه جهان را با علمش احاطه کرده، با قدرتش احاطه کرده، با رحمتش احاطه کرده است. او بر همه جهانیان و مخلوق کرم داره و او شنواییش چنان قوی است که در هر لحظه اگر هر جای خدا را فریاد بزنم میشنود و به فریاد رسیدگی می کند. او نزدیک از شما، دور نیست که فریاد بزنید. اگر در دل ندا کنید او ندای دل شما را هم متوجه میشه. اگر با زبان فریاد بزنید او میشنود و او میداند حال شما را. و لہذا توصیه بنده به همه عزیزانانه که این رابطه با الله، ارتباط با الله را از دست ندید. در وقتهای مخصوصا مصائب و مشکلات و آلام و دردها او را ندا کنید و یقین داشته باشید که او میشنود، او میداند و مطمئن باشید که به فریاد شما رسیدگی میکند. مردم ایران زمین امروز یک شرایط دارند، به یک شرایط قرار گرفتن که واقعا کمتر ما این شرایط دیده ایم تو ایران اسلامی. انسجام در میان مردم، اتحاد در میان مردم، همدردی و این که برای یک دیگر دل می سوزند، برای یک دیگر به یک دیگر محبت پیدا کردن. واقعا این محبت و این همبستگی مردم ایران امروز مثال زدنی هست و به نظر بنده بهترین مثالی که خدمت شما عرض کنم آنه که همه این مردم به منزله یک خانواده هستند، یک خانواده بزرگ ایرانی. همه اینها اعضای همین یک خانواده هستند. ایرانی هایی که در داخل ایرانند، ایرانی هایی که در خارج از کشورند،
چنان پیوند خوردند، چنان به هم همدردند و غمخوار یکدیگرند که به منزله اعضاء یک خانواده. و امروز این همبستگی یه ملی و این وحدت کشور ما را، تمامیت ارضی ما را امروز تامین میکنه. الحمدلله ما مطمئنیم که با این انسجام و وحدت ملی و این دوستی که وسط هست، هیچ دشمن طمع سرزمین ما را نمیتونه بکنه و خاک و وطن ما را نمیتونه بکنه. این مردم امروز با هم انسجام پیدا کردن. اگر یک فرد امروز جای بناله و فریاد بزند از درد و از مصیبت و در حق یک نفر اگر ظلم جای انجام بگیره، همه صدا بلند میکنن، همه همدردن، همه برای او نگرانن، برای آنانی که گرفتار هستند دعای خیر میکنن. و اگر در حق یک انسان به هر حال خوشحالی به یکی به دست بده و یک انسان به نعمت هم برسه، در حق او هم وقت اطلاع حاصل بکنند خوشحال میشن. و این اعضای خانواده و این مردم در کنار هم قرار گرفتن. این مردم ایران که در 57 انقلاب 57 در کنار یکدیگر قرار گرفتن و برای آزادی مبارزه کردند، برای عدالت مبارزه کردند، برای اجرای، برای رسیدن به حق و حقوق، برای رسیدن ایران به سربلندی و این که سرمایه های ایران به ایران خرج بشه و به خود ملت خرج بشه. این مردم او زمان شعار دادن و این مردم او زمان مبارزه کردن و فیروز شدن. و این ایام همون عرض کنم که فیروزی انقلاب 57 هست. امروز هم این مردم همون فریاد میزنن، همون فریاد عدالت را ملت ایران. چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان. آزادی متعارف و مشروع میخواهند. و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتاران. مردم ایران دلار امروز رفته به 45، $1 رفته 45,000 تومان، 45 میلیون تومان امروز $1,000، در صورتی که زیاد دیر نگذشته که 10 میلیون تومان $10,000 بود. هر میلیون $1,000. بله $1,000 بود. همین زیاد دیر نیست. و اون زمانه اگر کسی 10,000 درآمد داشت یا حقوق میگرفت، 10 میلیون حقوق میگرفت یا درآمد داشت، $10,000 میشد. و حالا هوا شاکی هم بودن که پولشون کم ارزش شده. امروز کسی که 45 میلیون درآمد داشته باشه، حقوق داشته باشه، میشه $1,000. و مردم حالا نامه می نویسه که ما چگونه زندگی بکنیم. بعض توانایی خرید یک شانه تخم مرغ ندارن.
توانایی خرید یک مرغ ندارند و خانواده‌ای که افرادی که درآمد ندارند قدرت خرید نان حتی ندارند، قدرت خرید گوشت ندارند. چرا کشور ما به اینجا برسد، ملک ما به اینجا برسه؟ این نگرانی مردم روی همینه. میگن که کشوری که دارای گنج و دارای نعمتهای گوناگونه، دیگه کشورها و ملتها میتونن از اینجا سیر بشن، کسب و کار کنن، با ملت ایران تجارت کنن. و چرا به این روز گرفتار بشن، به این وضعیت گرفتار بشن؟ مردم حرفشون بر حقه، مردم خواستهشون به حقه. اونی که خواستهشون به حق او را شما توجه کنید، او را مسئولان توجه بکنن که مردم چه میگن. مردم ایران حق خودشون میدانند که عدالت در حقشون اجرا بشه، آزادی داشته باشند، آزادی بیان، کلام و تحزب، و بتوانند مدیران توانمند را انتخاب کنند برای اداره کشور، برای اداره وزارتخانه ها و برای سایر جاهایی که نیاز مردم ایران میخواهند کشورشون رقابت کنه با کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که ثروت دارند. این کشور میتونه با کشورهایی که ثروت دارند رقابت کنه و با پول ایرانی با پولهای کشورهای ثروتمند رقابت بکنه، با دلار رقابت کنه، با یورو رقابت بکنه، با پولهای کشورهای همسایه رقابت کنه، پول ارزش پیدا بکنه، زندگی راحتی داشته باشد. و لحاظا این حق این ملت هست، ملتی که 57 انقلاب کردند و این احسان این ملتی که انقلاب کردند و قیام کردند و به هر حال تحول آوردند توی کشور و الان همون خواسته ها را دارن ملت تکرار میکنن و انتظار دارن که به این خواسته ها اگر بر حقن به خواسته هاشون برسن مردم ایران شایسته محبتن، شایسته ترحمن، ملت ایران دیده بشه از ملت‌های خوب دنیای این شهادت بزرگان این نظامه که ملت ایران همیشه به خوبی یاد کردن در گذشته و از این ملت همیشه اظهار رضایت کردن و لحاظا این ملت را باید دریافت و به خواسته های این ملت توجه کرد. ما امیدواریم که الله تعالی کشادگی بیاره و مسئولان هم توجه کنند به ندای مردم. امروز شرایطی در کشور ما هست که اگر این مردم عدالتی در حقشون اجرا بشه، در دادگاه ها، در هر جای دیگر، این تمام این خانواده خوشحاله و اگر در حقشون اجحاف بشه و ظلم در حقشون بشه، همه ملت امروز نگرانند. مردم ایران امروز از همه خانواده ملت ایرانند. جناب مولانا کورگیج حفظه الله استاد تفسیر از همه خانواده که امروز برایشون مشکل پیش آمده ممنوع المنبر شدن و ممنوع
محرابان و لہذا خواستہ همه این مردم اینه که به هر حال در حق علما، در حق اندیشمندان به هر حال باید از سیای صدر کار گرفته بشه و تحمل بشن. اگر علمای کردستان یا هر جای دیگر مشکلاتی پیش میاد برایشون، این نگرانی برای همه ملت مردم شریف ایران امام استا سیف الله حسینی، امام جمعه جوان رود، امام استا خضر نژاد و دیگر امام استا علما که برایشون مشکلات پیش آمده، به هر حال همه خواستهشون اینه که به هر حال علما حرمتشون حفظ بشه، تحمل بشن، اینا را تحمل کنید. ملت ایران امروز همه روی صلح فکر میکنه. ملت معتقده که جنگ ها باید با تنش زدایی بشه در روابط خارجی و سیاست های خارجی و مردم ایران خواهانند که یک ملت ایران یک کشور صلح بشه و دنبال صلح بشه، جنگ نه ولی صلح. ها صلح در یمن باید صلح انجام بگیرد. و برون رفت از درگیری ها در یمن هست. حکومت مستقل باشند، هم فلسطین به و تمام انسان ها عیال الله، عیال به معنی عائله، به معنی او خانواده که همه خرج از خدا میگیرن، رزق از خدا میگیرن. دیدیم که هر تمام بشر و انسان همه هم جنس ما هستن، ما همه از یک جنس و نوعیم. عرضها یک دیگه احترام قائل باشند. ملت ایران ملت صلح، پیامآور صلح، پیامآور آشتی است و ملت ایران به اعدام نه می کند و اعدام را برای هیچ جای دنیا نمی خواهد. اگر این
ایرانی میگن اعدام نه، بالاخره بندگان خدا بر اینها اشتباه میکنن، خطا میکنن، بر اینها ترحم بشه، از دیر نمیگیری. برای ما هیچ تفاوتی نداره. ما پیاممون هم همینه برای کشور عربستان سعودی که از اعدام اجتناب بشه، از اعدام دور بشه. و سیره خلفای راشدین اگر ما برگردیم که چقدر انسانها را چه تعداد را اعدام کردن، ما هم اعتقادمون همینه که در دین اسلام اعدام نیست مگر در قصاص قتل مرتکب بشه و بعض موارد خیلی نادر و کمه. اعدام در صدر اسلام در عصر آن حضرت خیلی کم بوده است و لحاظا معتقدیم که این خیرخواه همه هستیم و لحاظا این پیام همه خانواده ایرانی هست به این که کشورها مجازات اعدام را از برنامه هایشون خارج بکنن. بعد همین قصاص که ما میگیم قصاص حق شرعی هست و دنیا می نمیپذیره، ولی همین قصاص تنها قصاص تعیین نیست، قصاص عفو اگر عفو بکنند به هر حال میشه معاف کرد قاتل را و دیگه اگر بگیرند و صلح بکنند هم راه داره، اگر نه قصاص بکنند قصاص هم درسته. و برای کشورمون برای مقامات قضاییمون همینه. ملت ما موافق به اعدام نیست و ما همه این ملت صاحبان این کشوران و به هر حال اینها از مسئولانشون خواستهشون از مقاماتشون اینه که قصاص اجرا بشه و بقیه مردم به هر حال در اعدام احتیاط بشه. بالاخره این خانواده های که سرپرست خود را از دست میدهند، این خانواده که عزیزان را از دست میدهند، خیلی سرشون سخته، خیلی بر اینها مشکل میگذرد و به هر حال این همان طوری که در صدر اسلام بوده، همان طور که سیدنا علی رضی الله در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی و خلفای راشدین بوده. این مسیری است که ما ببریم، این انشاءالله مسیر درست و صحیح است. ما امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه مشکلات ها را و گرفتاری ها را رفع بکنه و خواهان به هر حال آرامشیم، خواهان و این گفتگو هستیم. ملت ایران خواهان گفتگو هست، بشینیم با هم صحبت کنیم. تو یک خانواده اگر اختلاف بیفته می نشینم با هم صحبت می کنم. این خانواده که بنده عرض کردم اینه یک خانواده از هر ایل و از هر تبار و از هر کیش و از هر مذهب امروز مردم ایران مذهب نگاه نمی کنند، اعتقاد هم نگاه نمی کنند چه اعتقادی دارند، نگاه می کنند که ایرانی هستند همه و بالاخره به درد همه اگر در حق کسی جواب بشه، در حق کسی مشکل پیش بیاید، از هر ایل و تبار و از هر کیش و مذهب باشه همه نگران میشن روی اون. و این انسجامی که امروز به وجود آمده است، اخبار ها را
کنترل میکردم و رسانه ها را و واقعا گزارشی که از افغانستان میدهند خیلی تکان دهنده. مردم افغانستان با یک سرمایه روبروان که در تاریخ افغانستان کم سابقه، حداقل میگن در چندین دهه این عرض کنم که سردی نبوده، تلفات دامی و کشاورزی و ضایعات انسانی بسیار سنگین بوده در افغانستان. افغانستان به خاطر آنکه با جامعه جهانی ارتباط دیپلماتیک نداره، با فقر مواجهه، با تنگدستی مواجهه، با سختی ملت افغانستان مواجهه. واقعا ملت افغانستان قابل رحمه، قابل درکه و ما از جامعه جهانی میخواهیم که به ملت افغانستان ترحم کنند، ملت افغانستان دریابند و به هر حال روابط دیپلماتیک با افغانستان شاید منصفانه باشه که این رابطه برقرار بشه به خاطر مردم افغانستان، به خاطر ملت افغانستان، ترحم بر مردم این رابطه برقرار بشه. مشکلاتی که جهانیان دارن با دولت آنجا به هر حال این مشکلات به بهتر قابل حل میشه و هم مسائل حقوق بشر و هم مسئله زنان و تحصیل زنان و تحصیل دختران و بکارگیری زنان و شغلشون، اینها ما امیدواریم که قابل حل باشه. همانطوری که به هر حال اگر این روابط دیپلماتیک برقرار بشه بهتر میشه مذاکره کرد. علمای جهان اسلام هم میتوانند تاثیرگذار باشند در افغانستان. ما هم اعتقاد داریم به حقوق بشر و معتقدیم که حقوق بشر و شریعت اسلام با هم بسیار نزدیکند در حقوق، رعایت حقوق انسان. و ما هم اعتقاد داریم که زنان دختران باید تحصیل بکنند و زمینه کارشون فراهم بشه. هم ماها علمای جان اسلام انشاءالله تلاش میکنند، هم اگر این رابطه برقرار بشه به ملت افغانستان از این شرایط نجات میگیره. و این مطلبی که به هر حال حق افغانستان میدانم و ملت افغانستان هم عرض کرده، امیدواریم که الله تعالی مشکلات حل بکنه. و همانطور که در جریان هستید توی هفته گذشته یک فاجعه بسیار خطرناک و یک حادثه دلخراش رخ داده در کشور سوئد و در کشور فنلاند. بله، کشور فنلاند، هلند ایش و نه، اینها فنلاند نوشتن درسته بشه. در کشور فنلاند فکر کنم، اگر هلند هم درسته هلند، در کشور هلند. به هر حال این حادثه دلخراش از این قراره که قرآن عظیم الشأن آتش میدن و میسوزن و واقعا این خیلی حادثه خطرناکی است. این اولا درگیر شدن با رب العالمین و آزمایش کردن خشم خدا و قهر خدا، چرا که این کتاب مقدس پروردگاره و آخرین کتابه و لہذا این خیلی توهین بزرگه، اهانت بزرگه به قریب 2 میلیارد مسلمان دنیا. به ملت مسلمان توهین و اهانت و سوختن در واقع دل همه مسلمانانه و تحریک مسلمانانه و نباید
کشور سوئد و هلند و هر کشور دیگری اجازه بدن و بگن که ممانعتی نه، برخلاف آزادی است. این آزادی چه آزادیه؟ این آزادی قابل درک نیست. این آزادی قابل فهم نیست که آزادی در توهین باشه. آزادی به توهین به پیامبران الله، به اولیاء الله. کسی توهین بکنه علیاذ بالله به حضرت عیسی، توهین بکنه به حضرت مریم، توهین بکنه به تورات و انجیل، چه کسی میتوانه این را تحمل کنه؟ نه مسلمان و نه غیر مسلمان توهین میتونه برداشت بکنه. همینطور برای مسلمانان قرآن بالاترین کتابه و کتاب مقدسه و همینطور پیامبر اعظم حضرت ابراهیم خلیل الله، حضرت عیسی، حضرت مریم، حضرت موسی، همه اینها مقدسن و نباید هیچ قانون اجازه بده، هیچ کشور اجازه بده، حاکم اجازه بده که توهین بشه به مقدسات مسلمانان. و به هر حال اینها افراطیون تحریک میکنن و فردا اگر افراط تندروها کاری انجام بدن، کسی احساساتی باشه میگه که اینا تروریسم. برای تروریسم همه ما ملامت میکنیم و تروریسم به هر شکلی همه جا محکومه، ولی باید مبارزه با علت بشه. اون چیزی که مردم از احساساتی میکنه و مردم از کنترل خارج میکنه مردم را. لحاظا اینها را باید همه دولت ها مبارزه کنن و مقابله کنن. امروز عزیزان راهپیمایی تا این فلکه دارن و راهپیمایی ما امروز تا همین فلکه خیام اختصاص داره به همین توهین قرآن، به قرآن عظیم و شان توهین شده. و لحاظا امروز شما در رابطه با همین مسئله انشاءالله با آرامش و حفظ امنیتتون تا همین فلکه بعد از نماز دوستان انشاءالله راه می‌افتند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. امروز در خیلی از کشورهای اسلامی بعد از نماز جمعه راهپیمایی هست، اعتراض بر همین مسئله کشور سوئد جان در ایران اسلامی هم، در خیلی کشور اسلامی و در خود ایران هم امروز بعد از نماز جمعه اعتراض بر همین. و صلی الله علی سیدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، أحدا صمدا فردا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعلى أهل بيته أزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش الموحدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم. سفر الراس بگیرید و هر جا هستی به شفا بپیوندید. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد. أي خدای عظیم، أي خدای